محترم استادای بزرگ و مهمانای بسیار عالی قدر، من در ابتدای سخن همه شما شخصیت های بزرگ و صالح و نیک را در این مجلس بسیار نیک، روزی توی و خرسندی و خانه برادرمان که حاجی تویچی بیگ، همه شما را خیر و مقدم میگویم و از درگاه الله بزرگ مسئلت آن را دارم که خدای مهربان مجلس ما و شما را مجلس نیک و مجلس نور و مجلس پر فیض و برکت بگرداند. خدوم علما و بندگان نیکی که در اینجا قدم گذاشتن، الله مهربان در خاندان ای برادرمان سبب فیض و برکت بگرداند و از نام خودم و از نام علما و بزرگا و از نام همه شما اکی حاجی تویچی را به این روز خرسندی فرزنداش که دو فرزند را در این هفته خرسندی داشته است، دخترش هم گسیل می کرده است و کلنی می آورده است. خدای مهربان هر دوی اینها را بخت و سعادت و زندگی نیک نصیب و روزی گرداند و از نام بزرگا و مهمانای عزیز من اکی حاجی تویچی را تبریک و تهنیت میگویم. خدا کنه که این خرسندی که در خانه برادرمان هست، در خاندان تمام مسلمان ها خدا چنین روز خرسندی را نصیب و روزی گرداند و الله مهربان از پس این خرسندی ها باز در خاندان برادرمان خرسندی های زیاد را، توی های فرزندای دیگر و نبیره های دیگر را خدای مهربان نصیب و روزی گرداند و از نام اکی حاجی تویچی من همه شما را علل خصوص بزرگانی که در حضور ما هستند خیر مقدم میگویم. پروردگار مهربان چنین مجالسی که ما و شما نشستیم از خدا و از رسول یاد میکنیم، خدا را دعا کنیم که این گونه مجلس ها را خدای مهربان زیاد گرداند. پروردگار مهربان حلقه های ذکری که در قرآن الله تعریف کرده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث مبارک تعریف کرده است، چنین حلقه های ذکر در خاندان هر یک مسلمان علل خصوص در این جامعه ما و شما خداوند زیادتر گرداند و به سبب برکت این مجلس های نیک، به سبب این نشست ها و طنز و نصیحت ها خدای مهربان مجلس های نادرست و فسق و فساد را از دیار ما و شما خداوند دور گرداند. برادرای عزیز، خدا رحمت کنه، عزیزای خدا را ما و شما را نصیحت میکردند بیا ای دل چو قلب کف با مرد خدا بنشین، گریزان شو ز غافل با گروه پارس ها بنشین، ز زهر صحبت ناکس کنعان غرق طوفان شد، برآ از غافلان نزد حضور اولیاء بنشین. برادر عزیز، گمان میکنم مصرع‌های شعری که بزرگوار گفته است بسیار بسیار ساده و زودفهم است. مقصد سخن این است که برادر عزیز، الحمدلله خدا را شکر که این شب ما و شما در نزد دانشمندان هستیم، حلقه نشستیم که رحمت الهی در این حلقه و در این نشست ما و شما از بالای عرش پایان می شود. بالای ما و شما این نشستی هست که برادر عزیز ما از این نشست فیض می گیریم. اکی دامونا حضرت بیا بالا بیا حضرت بالا.
خوش آمدن قید اولا، خوش آمدن. مرحمت نمیشید بشید. حضرت خوش آمدن. خودم یک قید اولا را خدای مهربان در اینجا در این مجلس ما و شما که حضور پیدا کردن الله سبب فیض و برکت و حضرت خیر و مقدم میگوییم. خدای مهربان چنین نشست‌ها را در جامعه ما و شما زیاد گرداند. برادر عزیز، در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر قوم، هر گروه در جای بشینند، یاد الله بکنند، ذکر الله بکنند، تعریف خدا را بکنند. حالی در این مجلس ما و شما جز این چیز دیگر نیست. نشسته که ما و شما داریم یاد خدا، تعریف خدا و ذکر خدا هست، چیزی دیگر نداریم. همین چیز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر قوم چنین حالت در آنها پیدا شود، یعنی ذکر خدا باشد، تلاوت کلام خدا باشد، ترجمه کلام خدا باشد، یاد الله باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت خداوند 4 نیکی بالای آنها نصیب میکند. 4 نیکی. یکی از این نیکی ها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفت خدا بالای این قوم همین گروهی که یاد الله میکنند باران رحمتش را فراوان میکنند. باران رحمت. در این نشسته که ما و شما داریم برادر عزیز، در نزد علما و دانشمندان یاد از خدا میشود و پند نصیحت میشود. دوستان عزیز، بهترین چیزی که ما از خود میکنیم در این مجلس، بهترین چیزی که ما استفاده میبریم این تنها خوردنی ها نیست. الحال ما و شما از خوردنی های زیاد استفاده بردیم، از میوجات و خوراک های زیبا و لذت، اما برادر عزیز خوبترین چیزی که در این مجلس هست این نزول رحمت الله هست، پاشیش رحمت الله بالای این قوم است که ماها از بهترین چیز که اون نامش رحمت الله هست استفاده میبریم. خدا کنه که چنین مجلس ها بیشتر گرده و ما و شما را خدای مهربان توفیق نصیب گردانه که در چنین مجلس ها بیشتر باشه. به خاطر برادر عزیز در مجلس ما و شما الحمدلله که بزرگا حضور دارند، ما خدا را شکر میکنیم که در جامعه من علما داریم. برادر عزیز همیشه خدا را دعا کنیم که پروردگار مهربان نصیحتگرا را زیاد کنیم، علما را زیاد کنیم. اینها نورند. علما نور جامعه هستند. اگر قوم عالم نداشته باشد، قوم نصیحتگر نداشته باشد، قوم پندگو نداشته باشد، اگر اون قوم بسیار در عذاب است، بسیار در عذاب است. قومی که عالم دارد در هیچ جای زندگی رنج نمیکشد، در هیچ نقطه زندگی رنج ندارد، برای که علم عالم رهنمای او است، علم عالم خدمتگار او است. ببین یک عالم در جامعه ما و شما باشه، ما از حالت تولد خاندانمان در خاندانمان یا فرزند شود خوش و گوشمان اینجا انشاءالله و عالم است، هر چی ضرورت های میپرسیم. اگر توی کن باشیم عالم داریم، نکاحگر داریم، خدای نکرده روز جنازه و تا مرگ مونه ببین در جامعه من در محله من هست داملا انشاءالله. اگر ما روز مصیبت هم گرفتار شدیم در روخانه که داملا همینطوری مصیبت شده میام ما شما را چند کیف میکنه. این فیض عالمه برادر عزیز. ما بریم یک جای را سراغ کنیم که او در اون محله عالم نیست، ملا نیست و خدا قسم اونها رنج میکشن، اونها رنج میکشن. من خودم یک محله داشت رفتم مهمان شدم، بعد سراغ کردم کیه؟ گفتم داملای محله. داملاتون کیه؟ گفتم یاد داملا داشتیم راستی بار اینجا کچیدن بر رفتن اون وطنهای خودشون دیگه هیچ کنی سازیده این محله ما. گفتم شما بعد یک شب روز یک بیماری یک مقصد مصیبت وزبینیه که داملا در کارشار چیکار میکنیم؟ یک مصیبت همونجا اشتگی بود، بسیار با تحصیل گفت داملا گفت همه حساب تحصیل به خدا.
همین حساب بسیار در عذاب. در حقیقت او یک حالت لازم شود که اهل علم همونجا باید باشد، زودترک باید پیدا شود و مقصد بیاید خدمت کنه. همین حساب ما تنقیصی میکشیم، محلهای دیگر میریم التماس میکنیم، داملا میگیریم، بیم در نکاح در جنازه در دیگر ببین برکت عالی. به خاطر برادر عزیز الحمدلله که در این مجلس ما و شما علمای بزرگی منطقه و دیار ما و شما حضور دارند، هر کدام با نوبت انشاءالله برای ما و شما پند و نصیحت میکنند، از علم داشته خود برای ما و شما تاکیدها و تعلیمات میکنند. انشاءالله که از علم اینها با یک حرفی رم، یک سخنی رم، یک کلمه ای رم اگر از خود کنیم، انشاءالله به امر الله که برای ما و شما خیلی خیلی فایده ها میشه. انشاءالله که الحمدلله علمای بزرگ و قاریای بزرگ هستند که همه چهره های شناخته، اکی آقای میرزا و اکی داملا عبدالرحیم استاد بزرگوار، اکی داملا عبدالعلیم و اکی داملا محمدالله بابای ایشان مدثر و قاری امردین و قاری خورشید و دیگر بزرگان الحمدلله در مجلس ما و شما هستند. یک ساعت یا 2 ساعت وقت ما و شما اگر در حضور اینها و گوش کردن پند و نصیحت اینها بگذرانیم، انشاءالله که ما به همین ساعت عمرمان فردای قیامت فخر میکنیم. همین ساعت عمرمان قطعی ما به هیچ ساعت عمرمان اگر فخر که نتانیم، خوشحالی که نتانیم برادر عزیز، همین ساعتی که ما و شما در نزد یک اهل علم میشینیم و تعلیم میگیریم و نصیحت گوش میکنیم، همین برادر عزیز مایه فخر فردای قیامت ما و شما میشه. خواب اکی قاری خورشید هم در مجلس هست، انشاءالله ابتدای مجلس شروع مجلس تبرکت به چند آیه از کلام الله و از صلوات رسول صلی الله علیه و سلم ایشان قاری را ما درخواست میکنیم که شروع کنند، انشاءالله به نوبت صحبت